دوستان باید برای فاطمیه زحمت کشید، باید تلاش کرد. سینه زنا باید خوب سینه بزنن، گریه کنا باید خوب گریه کنن، بانیا باید خوب خرج کنن، اونا که صاحب ثروتن باید خوب وقف کنن. میدونید که از 1000 تایی که محرم برای امام حسین سینه میزنن 100 تاشون توفیق ندارن فاطمیه برای حضرت زهرا سینه بزنن. از 1000 تایی که محرم لباس عزا برای امام حسین میپوشن بازم 100 تاشون توفیق ندارن برای عزای فاطمه زهرا سینه بزنن. از 1000 تایی که خرج میکنن برای امام حسین 100 تاشون توفیق ندارن برای حضرت زهرا خرج کنن. ماه خواص ماه فاطمه، هر کس نمیتونه پای سفره بشه، هر کس نشست باید قدر خودش بدونه. برای همین دوستان یه زحمت کوچیک اما برکت زیاد. فردا صبح یه پرچم در خونت بزن. حتما نباید تو خونه روزه بگیریم که در خونه رو سیاه پوش کنیم. بذار هر کسی که یک کوچه گذر میکنه فکر کنن این خونه روزه است و میدونن نام حضرت زهرا، یه آه میکشن، 1000 تا آه، 1000 تا عبادت برای تو مینویسن شریک. به همین راحت وضعت بهتره، بیشتر میتونی خرج بکنی. 10 تا چوب پرچم بگیر، کوچه تا سیاه پوش بکن، برای فاطمه زهرا خرج کن. جوونا همین الان تو جوونی و نوجوانی تو نیت کنید ما اگه وضعمون خوب شد، اگه گرهمون وا شد، اگه دستمون به دهنمون رسید، فاطمیه 2 سال دیگه، 10 سال دیگه من 5 شب تو محلم تو کوچم روزه میگیرم. نیت کن، بعد خدا گره تو وا میکنه، زندگی راه میفته، فاطمیه احیا میشه. من این خاطره رو 1000 بار گفتم. من 12-13 سالم بود، یه علاقه خاصی به بیبی ام البنین داشتم سلام الله علیها. به خودم میگفتم من یه روزی، نمیدونستم طلبه میشم که، گفتم یه روزی خونه دارشم، زندگی دارشم، برای بیبی دو عالم علم ور میدارم، روزه میگیرم. اصلا نمیدونستم، کسی تاریخ وفات بیبی رو نمیدونه که عشقی بود تو دلم، هیچکی هم نگفته بود. حالا من دارم به شما میگم که همین الان نیت بکن برای فاطمیه، نه برای محرم. فعلا بحث فاطمیه است. در 12 سال پیش دیدیم که یه خونه 80 متری مستاجریم، به رفقا گفتیم میشه روزه بگیریم کمک میکنیم؟ گفتن آره. این گفت من 10 تومان میدم، گفت من 20 تومان میدم. من یادمه ما تاریخ وفات ام البنین رو کسی نمیدونست تو حوزه، علماش هم نمیدونستن، فقط یه نقل قول شد شنیدیم که گفتن تو کربلا و نجف بین علما میگفتن که 13 جمادی الثانی وفات ام البنینه، اما کسی وفات نمیگرفت، روزه نمیگرفت. شروع شد 1 سال 2 سال، کم کم هیئت تو قم راه افتاد، کم کم هیئت تهران، کم کم حالا الحمدلله تمام تقویما وفات رو بنویسه، حالا تا حدود صدا سیما اعلام میکنه. یه آرزوی یه بچه اینجوری گل میکنه. آرزو کنید برای فاطمه زهرا خرج کنید.